چقدر این خوشمزه است. عالی. بسیار خوشمزه است. حرارت متوسط رو به بالا باشه. تابه رو میذارم روی حرارت گرم بشه. یک مقدار روغن زیتون اضافه میکنم، کافیه. چون این پاستا هستش بهتره که از روغن زیتون خوب استفاده کنید تا لذیذتر و خوشمزه تر بشه. بعد یک مقدار سیر بهش اضافه میکنم، هر چقدر که مایل هستید. یک کم زردچوبه بهش اضافه میکنم، یک کوچولو فلفل پرک قرمز، وقتی کمی تفت خورد و عطر سیر آزاد شد، حالا گوجه خورد شده، گوجه فرنگی کنسروی هم میتونید استفاده کنید. یک مقدار نمک بهش میزنم. خب درب ظرف رو میذارم تا یک مقدار سس غلیظ بشه. بسیار خوب. حرارت بالا باشه. بسیار خوب. من الان تابه رو میذارم روی یه شعله دیگه، چرا که میخوام یه مدل دیگه از نوکی رو سسش رو بهتون آموزش بدم. حرارت بالا باشه. تابه رو روی اجاق میذارم گرم بشه. یک مقدار روغن زیتون داخل تابه اضافه میکنم و حالا به مقدار دلخواه سیر رو اضافه میکنم. من اینجا از 6-7 حبه سیر استفاده کردم. شما از هر میزانی که مایل هستید میتونید استفاده کنید، ولی سیرش همین حدودا باشه خوشمزه تر میشه. بسیار خوب. زمانی که به این شکل یک مقدار عطر سیرها بلند شد، جعفری خرد شده یک مشت اضافه میکنم. فقط یه تفت کوچیک میدیم کافیه، نیاز نیستش که زیاد تفتش بدیم. و الان نوکی ها رو بهش اضافه میکنم. این هم یک مدل ساده و خوشمزه هست که میتونید آماده کنید. الان یک مقدارم بهش پنیر پارمیزان اضافه میکنم. حتما پنیر پارمیزان رو با رنده ریز رنده کنید. حدود 2 قاشق غذاخوری هم از آب خود همون نوکی ها که پختم اضافه میکنم. اینطوری باعث میشه که غذای من خشک نشه، یه حالت سس و خوشمزه رو به خودش بگیره. غذایی بسیار راحت، ساده، گیاهی و حتی اگه دوست هم نداشته باشید میتونید تخم مرغ رو بهش اضافه نکنید. خب حرارت رو خاموش میکنم. غذای من آماده شد. و اما این یکی، الان سس گوجه فرنگی من کاملا به روغن افتاده و اندازه است. نه زیاد آب گوجه فرنگی ها کشیده شده، نه زیاد خامه. ریحون خورد شده یک مشت پر. زیاد ریز خورد نکنید ریحون ها رو، چرا که میخوام بافت ریحون در غذای ما مشهود باشه. یک
مقدار پنیر پارمیزان بهش اضافه میکنم. یک مقدار از آب خود پستایی که پختم، حدود 3 قاشق اندازه گیری باشه، غذاخوری منظورمه. و الان نوکی ها رو بهش اضافه میکنم. ببینید چقدر خوش رنگ، عطر و بوش که حرف نداره. حرارت هم متوسط رو به پایین باشه، زیاد بالا نباشه، همین غلظت رو داشته باشه. این غذا نبایستی خشک باشه، باید سس غذا به همین شکل باشه. یک مقدار کمی مجددا بهش پنیر پارمیزان اضافه میکنم چون که خوش طعم میشه غذای من. خب غذای من کاملا آماده شده، میره برای سرو. بسیار خوب، غذای من آماده شد. بو و رایحه بسیار لذیذی توی آشپزخونه پیچیده. به خاطر اینکه یک مقدار لذیذتر و خوشمزه تر بشه، روش پنیر پارمیزان میپاشم. خیلی خیلی خوشمزهش میکنه پنیر پارمیزان. خب الان موقع تیست کردن، مزه کردن. اول با این یکی شروع میکنم که خیلی خوشبو و خوش رایحه هست. ببینید عزیزان، خدای من، حتما این نوکی رو درست کنید، خیلی خوشمزه است. ببینید سیب، اصلا طعم سیب زمینی رو شما حس نمی کنید، بلکه طعم یک نوع پاستا که بسیار خوشمزه است. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی خوش رنگ و خوش طعمه. حالت نرمی داره موقعی که میخورید، مثل پنبه میمونه، خیلی نرمه و بسیار خوشمزه. حتما درستش کنید، خیلی خوشمزه است. و این یکی، من هر دو طعمو دوست دارم، شما بستگی به خودتون داره. خب این ذائقه‌ای دیگه، یکی دوست داره با گوجه فرنگی بخوره، ولی این هم بسیار بسیار خوشمزه است. امیدوارم تهیه‌اش کنید. ببینید دوستان عزیز، قیافش رو نگاه کنید، ببینید. واو، هر دوتاییشون خوشمزه است، حتما درست کنید. هر دو این طعم ها بسیار لذیذ و خوشمزه است. خب قدر مسلم گوجه فرنگی یه طعم دیگه ای داره و سیر و جعفری طعم ساده تر و به نظر من خوشمزه. این بود برنامه امروز. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید، از بازارچه آگهی ها دیدن کنید و در نهایت کانال مهارت های آشپزی با نیلوفر رو هم به دوستانتون معرفی کنید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، خدا نگهدارتون. چقدر این خوشمزه است. عالی. بسیار خوشمزه.